یک پای ترانسفورمر برق به هزینه 7 میلیون افغانی در پانتون ولایت غزنی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. مسئولان ریاست برشنا میگویند که این ترانسفورمر برق با ظرفیت 1250 کیلوولت آمپر است که گنجایش تامین برق تمامی پانتون دولتی این ولایت را دارا می باشد. ترانسفورمری که امروز شما شاهد افتتاحش هستین تقریبا 7 میلیون افغانی هزینه مصرف آمده و 1250 کیوی برق تولید منه که تقریبا پانتون دولتی که واقع قلعه جوز است کل پانتون کفایت میکنه فعلا و بسیار جای مسرت و خوشی است که امروز ما شاهد افتتاح برق شهری در پانتون غزنی بودیم. قبلا ما مشکلات متعددی در بخش برق داشتیم. البته بخش اداری ما مسئولین از کمبود برق بسیار زیاد به حساب رنج می‌بردیم. برق شهری نداشتیم، مشکلات متعددی داشتیم و امروز خوشبختانه این برق بزرگترین نعمتی که به حساب ما از این برخوردار شدیم برق شهری است که برق شهری بسیار سهولت‌ها را برای ما ایجاد کرده که ما میتونیم که کارهای اداری خود به وجه احسن خود پیش ببریم. با گفته مسئولان ریاست برشنا بعد از حاکمیت امارات اسلامی در این ولایت تاکنون بیش از 15,000 خانواده از نور برق مستفید شدند و برق رسانی در دیگر نقاط شهر غزنی نیز جریان دارد.